به نام خدا میخوایم مبحث بردار انتقال رو توضیح بدیم، ولی نه بیایم فرمول بگیم و فرمول حفظ کنیم. ما الگو میسازیم، تصویر میسازیم تا فرمول ها رو خیلی ساده یاد بگیریم. اما بریم سراغ بردار انتقال و این مبحث رو به سادگی یاد بگیریم. ما یک مختصات ابتدای بردار داریم، یک مختصات بردار انتقال داریم و یک مختصات انتهای بردار داریم. بازم میگم قرار نیست فرمول حفظ کنیم. ما به ابتدای بردار میگیم بچه 1، به بردار انتقال میگیم بچه 2 و به انتهای بردار میگیم مادر. طبق معمول اگه ما بچه 1 رو با بچه 2 جمع کنیم به مادر میرسیم، چون مادر محترمه. بریم ببینیم. بچه اول خب آه، پس ما قرار بود بچه 1 به اضافه بچه 2 رو جمع کنیم و به مادر برسیم. میان جایگذاری میکنیم به جاشون. بچه 1 ما آ هست، به اضافه بچه 2 ما همون بردار انتقال یا آبی هست، مادر ما بی هست. جایگذاری میکنیم و تموم. قرار نیست فرمول حفظ بشه، به همین سادگی. حالا با همین الگو و تصویری که ساختیم سوال حل میکنیم. حالا میخوایم با الگو سازی و تصویر سازی که توی بردار انتقال یاد گرفتیم این سوال رو حل کنیم. گفته اگر نقطه آ به این مختصات رو با بردار آبی به این مختصات انتقال دهیم، مختصات نقطه بی را به دست آورید. ما میدونیم آ بچه اوله، آبی بچه دومه و بی مادر هست. گفتیم که اگر 2 تا بچه رو با هم جمع کنیم به مادر میرسیم. همین کار رو میکنیم. آ بچه اول بود، بردار انتقالم بچه دوم بود، جمعشون که کنم به مادر میرسم. فقط کافیه که بردار آ با بردار آبی رو جمع کنم. همین. خب مختصات بردار آ رو می نویسم. -5 -8 به اضافه -10 -4. من اومدم مختصات هر بردار رو زیر خودش نوشتم. مختصات بردار آ -5 و -8، مختصات بردار آبیم که بردار انتقالم هست -10 و -4. حالا فقط کافیه جمع کنم تا به بی که همون مادرم هست برسم. واسه جمع کردنشون من طول رو با طول جمع میکنم، عرض رو با عرض، بالا رو با بالا، پایین رو با پایین. خب -5 به اضافه 10 -8 به اضافه 4 جمع میکنم. خب 10 رو بخوام با -5 جمع کنم هم علامت نیستن. ما میگیم دوست نیستن، کمشون میکنیم. 10 - 5 میشه 5. علامتشو از کی بگیره؟ از بزرگه، چون همیشه حق با بزرگاست. همیشه -5. پایینی هم علامتن، دوستن، جمعشون میکنم. 8 با 4 میشه 12. علامتشم از بزرگا میگیره. بزرگه 8 میشه -12. من به همین سادگی با الگویی که ساختم، با الگوی بچه و مادر، مختصات نقطه بی رو به دست آوردم.